وقت بر شما بخیر. به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. تلاش دوامدار بر استحکام روابط. معین وزارت صنعت و تجارت برای ارتقای سطح مبادلات بازرگانی و توسعه صادرات به سفر بنگلادش رفت. شعله‌های آتش در بازار کالا. شام روز شنبه آتش سوزی گسترده در یک مرکز خرید شهر کراچی رخ داده است. و شکست در جنگ فشار بر اقتصاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که بر کالاهای وارداتی شماری از کشورها تعرفه 10% وضع کرده است. وقت بر شما بخیر. به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت از سفر احمدالله زاهد معین این وزارت به بنگلادش خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت در این سفر درباره روابط تجارتی دو جانبه، ارتقای سطح مبادلات بازرگانی و توسعه صادرات و واردات میان افغانستان و بنگلادش گفتگو خواهد شد. همچنان قرار است در این سفر بر شناسایی بازارهای تازه برای تاجران داخلی، گسترش زمینه‌های صادرات محصولات ملی و تقویت همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای تمرکز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که زمان آن فرا رسیده تا ایران یک رهبر جدید پیدا کند. بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی، ترامپ علی خامنه‌ای رهبر ایران را مسئول ویرانی کامل کشور و استفاده از خشونت بی سابقه علیه معترضان دانسته است. این اظهارات ترامپ تنها چند ساعت پس از آن بیان شد که خامنه‌ای در سخنرانی خود رئیس جمهور آمریکا را به دلیل تلفات، خسارات و اتهام‌زنی به ملت ایران در جریان اعتراضات اخیر مجرم خوانده. خامنه‌ای همچنان اعتراضات در ایران را فتنه آمریکایی توصیف کرده و تاکید کرد که مردم ایران اجازه نخواهند داد تا مجرمان داخلی و بین المللی این فتنه بدون پاسخ باقی بمانند. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. اولا ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع صریح با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. در پی آتش سوزی گسترده در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان، دست کم 3 تن جان باخته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این رویداد شام روز شنبه در مرکز خرید چند طبقه گل پلازا در بزرگترین شهر جنوبی پاکستان رخ داده است. تا کنون علت دقیق این آتش سوزی به گونه رسمی مشخص نشده است. با این حال مسئولان محلی گفتند که آتش از بخشی آغاز شده که در آن لباس‌های وارداتی و پوشاک نگهداری می‌شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان میگویند که بسته شدن مسیرهای تجاری در امتداد خط فرضی دیورند به اقتصاد منطقه‌ای، تاجران دو طرف و مردم عادی خسارات گسترده مالی وارد کرده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آنان از حکومت پاکستان خواستند تا در این تصمیم خود تجدید نظر کند. بر اساس گزارش‌ها آنان گفتند که بیش از 10,000 کانتینر کالاهای ترانزیتی افغانستان در پاکستان متوقف شده و هزاران موتر باربری پاکستانی که کالاها را به آسیای میانه انتقال می‌دادند در داخل افغانستان گیر ماندند. به گفته آنان، افغانستان برای کالاهای پاکستانی یک بازار نزدیک و مطمئن بود، اما بسته ماندن راه‌ها در 3 ماه گذشته حدود 375 میلیون دلار به صادرکنندگان پاکستانی زیان وارد کرده است. نشست فنی مقدماتی گروه تماس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان برگزار شد. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این نشست در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، خالد عبدالعزیز آل خلیفی از
مقام‌های وزارت خارجه قطر در این نشست بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد مشترک متعادل و هماهنگ درباره وضعیت افغانستان تاکید کرده است و همچنان بر ضرورت پاسخ فوری به نیازهای بشردوستانه، پیشبرد تعامل سیاسی مسئولانه در چارچوب اصول و مقررات سازمان‌های همکاری اسلامی و حمایت از خواست‌های مردم افغانستان تاکید نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که بر کالاهای وارداتی از دنمارک، نروژ، سویدن، فرانسه، بریتانیا، آلمان، هلند و فنلند تعرفه 10% وضع کرده است. ترامپ در شبکه ترود سوشیال نوشته است که این تعرفه از آغاز ماه آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته او میزان این تعرفه در اول ماه جون سال روان میلادی به 25% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که این تعرفه ها تا زمانی باقی خواهد ماند که توافق جامع و نهایی برای خرید کامل گرینلند به دست نیاید. شماری از کشورهای اروپایی و بریتانیا به این اقدام ترامپ واکنش نشان دادند. شورا و کمیسیون اروپا هشدار دادند که تعرفه های پیشنهادی ترامپ بر روابط اروپا و آمریکا آسیب خواهد رساند. بیش از 400 خانواده روز گذشته به کشور برگشتند. بر اساس گزارش ها 17 خانواده از طریق پل ابریشم، 3 خانواده از گذرگاه اسلام قلعه، 53 خانواده از سپین بولدک، 410 خانواده از طریق تورخم و 8 خانواده دیگر از مسیر بهرامچه به افغانستان بازگشتند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات اعلام کرده است که روند توزیع پلیت‌های بین‌المللی برای بس، تاکسی و موترهای باربری در این ولایت رسما آغاز شده است. بر بنیاد گزارش‌ها قرار است نزدیک به 600 اراده بس و تاکسی، همچنان حدود 7000 اراده موتر باربری از این پلیت‌ها بهره مند شوند. مسئولان میگویند که با عملی شدن این طرح نظم ترافیکی بهبود خواهد یافت، رفت آمد وسایط نقلیه آسان‌تر می شود و همکاری‌های ترانزیتی افغانستان با کشورهای همجوار تقویت خواهد شد. نجیب الله شاهین، سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در اسلو، با رئیس بخش آسیای جنوبی و افغانستان وزارت امور خارجه نروژ دیدار و گفتگو کرد. سفارت افغانستان در نروژ گفته که در این دیدار درباره تقویت روابط سیاسی دوجانبه، کمک‌های بشردوستانه و دیگر مسائل مرتبط گفتگو شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون حدود 57 محل باستانی در نقاط مختلف کشور کشف شده است. خوبیب غفران، سخنگوی این وزارت، گفته که بیشتر این مکان‌های تاریخی در ولایت‌های لوگر و ننگرهار قرار دارند. از ابتدای سال 1404 هجری شمسی تا که اکنون 3 ربع سال میشه چیزی اضافه‌تر، وزارت اطلاعات و فرهنگ توانسته که تقریبا در حدود 57 ساحه باستانی و تاریخی را که اکثرا در ولایت‌های لوگر و ننگرهار بوده کشف بکنه، که در نتیجه از این وزارت اطلاعات و فرهنگ بعضی آثار هم به دست آورده که آثار باز به موزیم‌های مربوطه تحویل و تسلیم شد. سپاس از همراهی شما. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.